اگر تا به حال تجربه ترشح از سینه ها رو داشتین و این باعث نگرانیتون شده، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. ترشحات پستان در اکثر مواقع علتهای نگران کننده ای ندارن. خیلی از خانم ها در طول زندگی این ترشحات رو تجربه میکنن. مثلا خانم هایی که باردار هستن، خانم هایی که شیر میدن، حتی شیردهیشون به پایان رسیده. بعضی از خانم ها در زمانی که نزدیک پریودشون هست و خانم هایی که نزدیک یائسگی هستن. اما مراقب چه ترشحاتی باید باشیم؟ اولا که در هر معاینه ماهانه باید بررسی بکنیم که پستان‌ها آیا ترشح دارن یا نه. معمولا ترشحاتی که با فشار خارج میشن، یعنی خود نوک پستان رو فشار میدیم و اون ترشح خارج میشه، ترشحات بدی نیستن. ترشحات یک طرفه‌ای که کاملا بیرنگ و شفاف هستن، خود به خود خارج میشن و ترشحات خونی مهمترین ترشحاتی هستن که حتما باید به پزشکتون اطلاعش بدین. در غیر این صورت معمولا ترشحاتی که صورتی رنگ هستن، یه مقدار چسبنده تر هستن، بعضی وقتا به دلیل التهابات پستان حتی اونهایی که رنگی هستن خیلی نگران کننده نیستن. اما این به معنی نیست که چشم پوشی بکنین ازشون. هر کدوم باید بررسی بشن حتما و توسط پزشکتون تشخیص داده بشه که بررسی بیشتر نیاز هست یا نه.